با اینکه AMD قیمت بهتر و پرفورمنس نزدیک به انویدیا میده، بازار همچنان انویدیا رو انتخاب میکنه. عددی که الان بهت میگم شاید شوکت کنه. طبق آخرین آمار جهانی گیمرها، انویدیا به تنهایی 73% از بازار کارت گرافیک رو در دست داره. AMD فقط 18% و اینتل 8%. یعنی از هر 10 گیمر تقریبا 7 نفرشون انویدیا دارن. جالب‌تر اینه وقتی کارت گرافیک‌های جدید AMD مثل RX 9070 اومدن بازار، اولش سهمشون حتی از یک کارت گرافیک خیلی قدیمی هم کمتر بود. این نشون میده مردم چقدر به برند انویدیا اعتماد و وفاداری دارن، حتی وقتی گزینه‌های به طرف تری جلوشونه. ولی حقیقت اینه که تو خیلی از رنج‌های قیمتی کارت گرافیک‌های AMD واقعا ارزش خرید بالایی دارن. ما توی MES رو بدون تعصب به برند بر اساس بودجه و نیاز واقعی بهترین گزینه رو بهت پیشنهاد میدیم. چه انویدیا میخواد باشه چه AMD. اگه مطمئن نیستی انویدیا بگیری یا AMD، دایرکت بده تا رو بودجه چقدر تا کارشناسای ما بررسی کنن. اگرم AMD یا انویدیا داری، از تجربه کاربرد رو هر کارت گرافیکی برامون کامنت بذار تا بقیه کسایی که این ویدیو رو نگاه میکنن از تجربیات شما استفاده کنن. خیلی مخلص.